خب سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من گفتم یه ویدیو بگیرم برای جوابای تمرین اولتون سیستم دیجیتال. حالا تمرین حالا در اون سطح خیلی بالایی نبود، یعنی سوالات خوبی بود. یعنی درس رو خونده باشید میتونید خیلی راحت هندل کنید. ولی خب من حالا گفتم بیام یه ویدیو کوتاهی بگیرم از جواب، چیزایی توضیح بدم که موردی نباشه این وسط که بعد متوجه نشید. بعد خب حالا میان ترم که ندارید، جاش کلاس ورک دارید، ولی خب پایان ترمتون به هر حال از اینجور چیزها سوال خواهد اومد احتمال بالا، و حالا به هر حال حتما اینا رو یاد بگیرید. سوالات خوبی بود. حالا یعنی حالا بخوام خلاصه بهتون بگم، اگه تو کلاس گوش کرده باشید و حالا ویدیوهای مکتب خونه هم هست، اونا اگه دیده باشید میتونید خیلی راحت این سوالات حل کنید. حالا بخوایم بریم حل کنیم، سوال اول که خب کاری نداشت واقعا. این فقط نکته‌ای که داشت این PLA بود که من اشتباه نوشتم و 4 تا معادله. صرفا باید کارنو میکشیدید، ساده میکردید و روی مشخص میکردید. من حالا این دیگه توضیح نمیدم چون خیلی واضحه، ولی خب جوابشو من توی پاسخنامه گذاشتم. یک مالک از بچه ها رو کارنو کشیدید و حالا ساده میشه و خب یه معادله میده، بعد مشخص میکنید دیگه. این خب کاری نداشت. سوال دوم هم که اصلا یه سرچ ساده اصلا در میومد. کلا خلاصش اینه که اینم من به هر حال اینجا گذاشتم، ولی خب حالا کلا بخوام توضیح ریزی بدم، PLA سبکتره، سریعتره، هزینه‌ش هم کمتره و ولی خب از اون ور PL برای چیزای سنگین و پیچیده استفاده میشه و خب من یه ذره توضیح میدادید کافی بود. سوالاتی که حالا من میخوام توضیح بدم از 3 تا 7، چون تقریبا یه ذره حل کردنیه. اینا ممکنه حالا یه ذره سختینا باشه، گفتم بیام اینا رو توضیح بدم. اینه که تابع زیر رو بدون ساده سازی با استفاده از حداقل تعداد LUT 3 پیاده سازی کنید. خب ببین، این که حالا یه دونه معادله‌ای که خب یه ذره عجیب غریبه. نکته این سوال کلا تو ساده کردن بود، یعنی شما ساده کردن بلد باشید کارتون اوکیه. ببینید، عرضم به حضورتون که یعنی این معادله است. اول که باید ساده کنیم. ببینید خب اصلا پر واضحه که راحت میشه از بدون F اینجا شما چیز بگیرید، فاکتور بگیرید، میشه A بپریم علاوه A بپریم A بپریم ده A پریم به 3. بخشید BCD A E و B C. خب ببینید، این از F ما فاکتور گرفتیم شد این. حالا بعد از اینکه از F ما فاکتور گرفتیم، این خب میگردیم میبینیم که حالا باید از چی دیگه میشه فاکتور گرفت. یه ذره که نگاه کنید میبینید که بعضیا A مشترک دارن، بعضیا B مشترک. از این سریا A رو فاکتور میگیریم، از این سریا B رو. که خب اول از A ما فاکتور میگیریم ببینیم که خب کدوم آدین اینه، میشه بپریم. بعد اینه زد پریم. بعد یه دونه سپریم ده دیگه، یه نم ای. خب این از A، حالا از B
خب این که شد، اینم شد، اینم شد، اینم شد. خب حالا از ب یه دونه آ پریم سی، یه دونه سی دی، یه دونه سی. خب یکم نگاه میکنیم میبینیم که آیا میشه باز راهی پیدا کرد که به قسمت های کوچیکتری تقسیم بشه یا نه. ببینید اینجا که عامل مشترک دیگه نداریم، اینو بپریم، اینجا که هیچی نداریم. اینجاست، خب اینجا یه سی داریم obviously و اینو میایم می نویسیم به آپریم د ای. خب دیگه کار ما تمام شد تقریبا. آره دیگه، آره چیز دیگه ای نمونده. خب من دوباره رنگ عوض کنم. حالا بیایم چیز کنیم بیایم یه بار بررسی کنیم که دقیقا الان چند تا معادله داریم. خب داخل ترین اینه، میشه آ پریم د ای، میگیریمش x1. بعدش دیگه باید الیوتیومون هم ستایی باشه. اینم حواستون حتما باشه که سر وقتی ساده اینو میکنید آخرش به این مورد حواستون باشه. اینو خیلی اشتباه میکنن، یه جوری ساده سازی کنید بعد حواستون باشه که از این چیز به تعداد ورود الیوتیتون بخوره، حالا اون چیزی که سوال ازتون میخواد. بعد خب یه دونه هم فکر کنم، آره ببینم اینو باید بگیریم. من دیگه حالا چیز نمیکنم x2. بذار اینو من پاک کنم. این x2 بود، بعد x1 چی بود؟ نه بود. اینم من گرفته بودم x1 ستاییه، اینم ستایی. اینو خب چرا ای رو الان مثلا میپرسید چرا ای رو نگرفتی؟ چون که الیوتی ستاییه، اینو بگیرم میشه 4 تایی که نمیشه. بعد دیگه چی رو میشه گرفت؟ آیدیو گرفتم، هم گرفتم. خب خب یه ستای دیگه تو این پرانتز میتونیم BCX1 رو بگیریم، میذاریم x3 ستایی دیگه x1 رو کلا اینو گرفتیم x1، این باز همون ستایی میشه. انشاب میگیریم دیگه. حالا من شکل رو میکشم، حالا متوجه میشید. فقط صرفا من باید اینجا مشخص کنم که باید بدونم دارم چی نویسم. دیگه من بگم خب یعنی x2 اینجا داریم، یعنی به علاوه ای 2 تا متغیر 3 تا. خب اینم یه دیگه آه x2 به علاوه ای. ببینید یه ذره حالا شاید چیز شه براتون سخت باشه ولی متوجه میشید آخر کار. بذار من اینو یه بار با یه رنگ دیگه هم بگیرم. این یعنی اینو گرفتم، یعنی این 2 تا این سومی، اینم چهارمی، یعنی این میشه x3 میشه x4. خب ببینید از این 2 تا بخش که 2 تا بخشی که من از A و B جداگانه فاکتور گرفتم، این که کلا پوشش داده شد با x1 و x3. این هم x2 و x4 کامل پوشش. خب یعنی f اینجا میمونه که ستاییش میشه x4 به علاوه x3 ضرب در f دیگه.
این هم میشه x5 ما یا همون z دیگه قاعدتا z بود. آره z بود. خب از اینا پس شد. پس f x 3 علاوه x 4 ما z یه LUT ستایی نهایی. خب ببینید یه ذره حالا شاید متوجه نشده باشید. ببینید شما سعی میکنید که حالا سر اینجور معادلات بعضی که ساده کردین تا آخر بیاید متغیر به متغیر بگیرید. یعنی چی؟ بیاین از کوچکترین پرانتز شروع کنید. ببین مثلا الان دو تایی بود، مثلا دارم میگم حالا انتخاب خودتونه، مثلا دو تایی بود من میومدم بعد حالا توجه کنید که ساده‌ترین راهو در نظر گرفته باشید که حالا شکلی که میخوایم بکشید دیگه خیلی پیچیده نشه. مثلا دو تایی میومدم آپریمو د رو میگرفتم x1 بعد x1 و ای رو میگرفتم x2 بعد حالا سیر همینطوری هی میرفتم جلوتر. حالا مثال دارم میگم و کلا حواستون باشه سر اینجور چیزا. یه ذره این نوآوری و مثلا خلاقیت میخواد که ترکیبا رو چجوری بگیرید که گیج نشید. توی شکلتون خیلی تاثیر داره. اینا حواستون باشه حتما. یهو میبینید که آخر کار مثلا یه متغیر اصلا جا میمونه یا اصلا پوشش داده نمیشه. اینجور مشکلات ممکنه پیش بیاد. کلا حواستون باشه. خب بریم شکل رو بکشیم. اول کار چی بود؟ x که ما خب یه دونه آ این کشیدم چرا اینجا بخشید. خب آ بعد دی بعدم ای. آره دیگه آره همین بود. آپریم بود. خب حالا مهم نیست حالا آپریم آی چیه هرچی هست یه دونه آخرش به اصطلاح نقیض میذاریم. حالا اوکی از این نظر الیوتیشو که خب این الیوتیش یه الیوتی ستایی. خب این چیه؟ این همون x 1. اوکی حالا x2 چی بود؟ x2 به پریمو خب ب و 3 و د دیگه obviously ب و 3 و د که از اینا میکنیم یه لوتی هم اینجا x2 میچسبونیم. ببینید حالا این نکته که اینجا هست نقیض و اینجور چیزا رو زیاد حالا مطرح نیست. حالا اگه براتون سواله میتونید اینطوری بذارید حالا برای اینکه نقیض بشه یا نشه که حالا ببینیم داستان چیه. ولی خب کلا که این کار نمی کنیم چون توی الیوتی بخوام درستشو بگم حالا من نمیدونم چجوری بگم ذره سخت گفتنش ولی نقیض و اینا مطرح نیست. ببینید شما یه آ دارید یه بی دارید یه سی با اینا میتونید چه میدونم آپریم به سی یا مثلا حالا هر چی با هر مثلا این میتونه نقیض باشه میتونه نباشه هر ترکیبی میتونیم بسازید. به نقیض یا حالا نقیض نبودنش زیاد ربطی نداره این الیوتیا. پس مثلا بخواین الیوتی بکشید ننویسید مثلا آره مثلا پریم بذارید اینا نذارید کلا چون که زیاد فرقی نمیکنه صرفا به جنس ورودی کار داره همین. با این x2 این x1 x2 بعدش دیگه چی بود؟ حالا x3 خب x3 چی بود؟ x3 b داشت c داشت بکشیم x3 خروجی الیوتی قبلی درسته؟ آره دیگه. حالا پایینی چی داشت؟ پایینی ای الیوتی
x4 و از اینجا. خب بله، و در نهایت هم این زد ماست که یه دونه اینو میگیره، یه دونه اینو میگیره، یه دونه هم F. این دوتا جمع میشن ضرب در این. این هم خروجی نهایی ما. حالا اینو اگه متوجه نشین دوباره ببینید، چون خب حالا توضیح دادم که داستانش چیه. و الیوتی هم حالا میگم نه ضرب، نه از جنس ضربه، نه جمع. اینا همه رو، هر عملیاتی که متغیرهای حالا ورودیش باشن رو روشون انجام میده. حالا مهم نیست حالا چیه، جمع، ضربه. الان دیدید که هر کدوم مثلا برای خودشون متفاوته، ولی خب الیوتی انجام میده. و همین دیگه. حالا این از سوال فکر کنم 3 تون بود. خب حالا سوال بعدی چی میگه؟ میگه که تابع زیر روی بلوک منطقی نشان دهید استفاده بوده فلان بسار. خب این دو تا چیز داده، مدل داده، میگه که حالا روی این شکل نشون بده، اتصالات رو باید پررنگ کن. اینم سوال ساده ای بود واقعا. من اینو دیگه رو خودش شکل اگه بتونم توضیح بدم خیلی خوب میشه. ثبت داره میشه دیاره. خب ببینید اینا دو تا الیوتی 4 تایی بگیریم، این که اوکیه. این یه چیزی زیادی داره. های بیس اینو چیز میگرفتیم، اینو فاکتور میگرفتیم. اینو اگه از یه ای فاکتور بگیریم میشه به دپریم. اینم که حالا جدا بر خودش هست، اینم که هیچی. بعد حالا اینو با این به سپریم دیگه به س د. ببینید به س د، این از اینو این ور ساپورت میکنه، اینم این ور ساپورت میکنه. پس یه دقیقه باسید. PQRF 5 تا متغیر شد. یه انشاب ورودی. خب اوکی شد. خب اینو PQRF رو اینجا میزنم. ای هم مال این ور، یه انشاب ورودی از این ور داریم. این حواسم نبود. این ایه. حالا نظره ببینید. خب obviously 2 تا مدل است، یکی رو با قرمز، یکی با رنگ دیگه. خب ببینید این x که این مال اینجاست 100%. خب خب دیگه این که انشابش مشخص هستن، میاد اینجا، از اینجا x خروجی این که هیچی. حالا یه دونه الیوتی رو از حالا یه دونه این 4 تایی رو باید به PQRF هم بده. حالا اینو بخوایم با یه رنگ دیگه مشخص کنیم، بنفش ببخشید، یه انشاب از اینجا بهش میده، اینم که از اینجا میاد اینجا، از اینجا میاد. خب بعدش هم این وریم. و خب الان ای هم باید بیاریم تو بازی که 3 تا ورودی کامل شه. خب هم ای هست، هم ABCD از این پایین، هم خود PQRF. خب اینم که دیگه
خروجی میده. اینم از اینجا میاد به اینجا. اینم که داستانش مشخص شد. این زیاد سخت نبود، اینو میشد هندل کرد. حالا اینو بعد من حالا دیگه چیز نکردم، ولی خب مثلا اینو ما میتونیم بعد حالا x1 بگیریم، بعد حالا اینم از این. خب حالا سوال 5 یعنی الیوتی میگه باید بکشین دیکودر. خب اینم راحت بود، من اینو جوابشو گذاشتم. خب ببینید من از جواب بخوام توضیح بدم زیاد دیگه وقت گرفته نشه. جدول که میکشی، جدول درستی دیکودر، خب نگاه کنید. حالا من دیگه نمیتونم چیز نقاشی کنم. ببینید 8 تا 4 تا بالا 4 تا پایین 8 تا کلا حالت در میاد که هر کدوم از وضعیت ها یکیش حالا یکی از خروجی یک میشه. سوال چی میخواد؟ میگه که جدول درستی خب جدول درستی رو میخواد بدونه، اینم باید با الیوتی بکشید دیگه. ولی خب نگفته چه الیوتی، اینو دیگه باید دست خودمون باشه. ولی خب گفته خروجی 8 بیت. این جواب درستیه. ببینید 2 تا 8 بیت 2 تا 2 تا بگیرید، یعنی یه دونه این دوتا، یعنی این دوتا، یعنی این دوتا، یعنی این دوتا، یه 4 تا دوتایی. 4 تا دوتایی رو با چیز بگیریم. حالا این حالا الیوتیه دیگه، حالا دیکودر گذاشته اما الیوتیه. 2 تا 2 تا میگیریم که بعد حالا همه رو با هم دیگه میگیریم، آخر کار ایگرگ به دست میاد. این سوال سخت نیست، این صرفا یه دونه با جدول درستیشون میکشید. همون مباحث تقریبا میشه گفت مدار منطقی و معماری بود که با تصور داشتن که با الیوتی پیاده‌سازیش کنید. چیز زیاد مشکلی نبود. صرفا حواستون باشه که جدول درستی رو که کشیدید بعد حالا اینجا ما دیگه نگفتیم مثلا الیوتی چند تایی رو. و حالا خروجی 8 بیت هم حواستون باشه، چون باید 8 بیت منظورشه. 8 بیت منظورش یعنی چی؟ یعنی چی؟ باید از y0 تا y7 رو باید شما به صورت حالا یه وکتور با 0 و 1 پر میکنید. فقط همین. حالا خروجیش الان 8 بیت در میاد. الیوتیش هم حالا نگفته که دیگه چجوری با چند بیت باشه، الیوتی چند تایی. حالا اینجا آزاد بودید، حالا هر جور دیدیم خواهد بکشید. ولی خب این ساختار درستیه به نظر من. خب سوال 7 میگه که جدول درستی یک مدار ترکیبی 3 ورودی 2 خروجی رو زیر سوال میگه که حالا پیله‌اش بده. این مشابه سوال 1. اینم جوابشو گذاشتم. اینم باز نکته خاصی نداشت، صرفا باید یه جدول کارنامه میکشید ساده میکردید و خب روی این نشون میدادید. حالا این z1 و z0 حالا 2 تا معادله x و y به دست میاد که با ورودی های 3 تا ورودی حالا گفته شما حالا دیگه x0 و x1 و x2 رو میگرفتید و خب مشخص میکردید دیگه با توجه به معادله که دست میاد. اینم جوابشو میذارم. اینم نکته خاصی نداشت، صرفا با کارنو و اینکه اند و اور ساده جواب به دست میاد. و خب حالا یه سوال 6 میمونه. بقیه رو جلوی من توضیح دادم دیگه، تقریبا فقط سوال 6 مونده. 7 و 1 چیز بود، کارنو اینا بود که آسون بود. 2 مفهومی بود. 3 ذره حل کردنی بود. 4 هم که یه شکل بود. 5 هم که بازیون جدول بود، مفاهیم گذشته و اینا. خب 6 میمونه. من 6 هم توضیح بدم دیگه تموم شه. ببینید میگه که 2 تا این از روی شکل میگه که معادله رو شما باید استخراج کنید. ببینید خیلی داستانش راحته. میگه که ورودی A پر از ترین ورودیه. رنگش رو عوض کنم. یعنی چی؟ یعنی آقا اون جاهایی که خروجی خروجی میشه خروجی الیوتی. خروجی الیوتی میشه اون جاهایی که آ یا همون آی 1 اینجا
اینجا علامت اینطوری بزنم، اینجا و اینجا. خب این 4 تا جا آ یا همون آی یکه. حالا بخوایم بگیم خروجیش چی در میاد، که بعد حالا برای الیوتی 2 جزء ورودی الیوتی 2 که حالا بی‌اعتبار ارزش این چی در میاد. خب بذار من این معادله رو بنویسم اینطور من متوجه میشم. میگه آ پرزشترین ورودی الیوتی 1. خب یونه یکش میشه اینو فکر کنم من بنویسم معادلش رو الان بهتون میگم داستان چیه. نه ببینید من سوال رو اشتباه گرفتم. ببینید این سوالش میگه که آ پرزشترین ورودی این چی. من اینا رو حواسم نبود. این یک من فکر کردم برای آه. این یک برای خروجیه. ببینید شما میاید خروجی هایی که یک شده رو معادلش رو می نویسید جمع می کنید میشه خروجی الوتی یکتون یا همون زد یا همون حالا هرچی. من فکر کردم میگه اینا رو یک گذاشته یعنی آ مثبته که حالا اشتباه بود. منظور اینه که خروجی این خروجی که یک رو شما می نویسید آ پریم جی پریم کا آ پریم جی کا پریم بعد حالا سه چی میشه آ پریم آی پریم جی کی به علاوه 6 هم مادرش رو چیه فکر کنم کا پریمه دی. آره کا پریمه که حالا این میشه زد این میشه زد میاد اینجا. حالا اینجا چیا که کدوم خروجی ها این سه تا این زد بود. حالا اینجا چی اینجا میشه W مساوی با زد پریم آی ام چهارمی میشه زد با زد پریم این اله حالا آی اله آی نه آره اله دیگه خودتون حواستون باشه. زد پریم نه دیگه دومی ال پریمه آره چهارمی دیگه زد پریم نیست ال پریمه با ام پریم و معادل آخرم زد ال پریم ام پنجمی دیگه. آره اینو باید جدول بکشید احتمالاً حالا برای اینکه متوجه بشید که حالا این معادله من الان دارم میگم دیگه تقریبا چون یه بار اینو حل کردم الان میدونم داستانش چیه. ولی خب کلا اینو شما جدول بکشید متوجه میشید دیگه. حالا 000 001 یعنی این 000 بعد این 001 001 بعد 010 بعد جلوش بنویسید متوجه میشید که کدومه 10 بعد این 011 011 بعد ششمی هم میشه 3 نه 110 یکی مونده با آخر دیگه 110. حالا اینجا چی اینجا دوباره 001 اینجا 100 بعدیش هم که طبیعتا 101 همین دیگه. اینم W و W در آخر به دست میاد. اینم این سوال چیز سختی نبود. اولش من فکر کردم داره آ رو میگه اشتباه بود خروجی رو منظورش بود. این حواستون باشه. حالا من اشتباه کردم دیگه. حالا شما سر امتحان سعی کنید این مورد رو
اگر همچین سوالی اومد دیگه حواستون باشه. اینم از این جوابا رو میذارم توی گروه، اینا رو حتما یاد بگیرید. خوب حالا امیدوارم که حالا ویدیو براتون مفید بوده باشه. خسته نباشید و خدا نگهدار.